بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، ماه شعبان سال دوم هجرت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که به جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آیات‌های چند از سوره بقره نازل شد. الله سبحانه و تعالی گفت: یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای آنهایی که ایمان آوردید، آنها را با وصف ایمانشان که بزرگترین وصف مؤمن و مسلمان هست، ندای کرامت وصف کرد. گفت یا ایها الذین آمنوا، ای آنهایی که ایمان آوردید. در قرآن کریم 89 آیت است که الله تعالی با ندای یا ایها الذین آمنوا شروع کرده است. ای آنهایی که ایمان آوردید. و این آیت ها را استادمان شیخ ابوبکر جزایری رحمت الله علیه در یک کتاب جمع آوری کردند و نامش را نداءات الرحمن نام گذاشتند. نداهای پروردگار، نداهای رحمان. الله تعالی ندا کرده است: یا ایها الذین آمنوا، ای آنهایی که ایمان آوردید. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگفتند که اگر شنیدی که الله تعالی یا ایها الذین آمنوا گفت، ارعی، گوشت را نعی کن، با گوش دلت گوش انداز، چون که یا خیری هست امر میشوی که بر فایده تو هست، یا بدی هست که از آن منع میشوی که بر ضرر تو هست. الله تعالی وقتی که ما را امر میکند، در اون کاری که الله تعالی امر میکند محض فایده برای خودی ما هست، خودی بشریت، بندگان. وقتی که نهی میکند، نکن میگوید، ضرر محض برای بندگان است و الله تعالی نه فایده هست نه ضرر. برخلاف مخلوق ها، مثلا راهبری کارخانه یا اینکه خواجه مولا، خواجه غلام، اگر غلام خود را به یگان کار فرماید، در اینجا محض فایده سید هست، محض فایده سید هست، ولی برای بنده هم شاید یگان فایده باشد. مثلا راهبری کارخانه به یک کار امر میکند، برای کارگران هم مزد هست، یگان چی فایده هست، لیکن فایده اساسی بر فرمانده هست. اما الله سبحانه و تعالی این گونه نیست. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. چیزی مثل الله سبحانه و تعالی نیست. الله تعالی شنوا و بینا هست. خب ما هم شنوا و بینا هستیم. آیت ابتدای آیت میگه که لیس کمثله شیء، چیزی مانند الله نیست. بله ما شنوا هستیم، بینا هستیم، این به داد الله هست و این هم محدود هست. ما یک مقدار معین مکانها رو میشنویم و جای معین رو میبینیم و این هم بود همیشه در دست ما نیست. روزی می شود که انسان از بینایی چشمش محروم می شود، خواه به سبب پیری، خواه به سبب بیماری یا به سبب رسیدن یگان آفته، یا اینکه شنواییشم. و این شنوایی بنده سابقه نداشت، اما الله سبحانه و تعالی از ازل می شنود و از ازل می بیند و همیشه می بیند و همیشه می شنود و آن چیزی که در داخل قلب ها هست الله سبحانه و تعالی می شنود. و الله تعالی از بالای 7 قبت آسمان مورچه سیاه را در شب تاریک در بالای سنگ سیاه می‌بیند. جل جلاله و تقدست اسماؤه. حضرت عایشه وقتی زنی آمده به پیامبر صلی الله علیه و سلم شوهرش را شکایت کرد، صدای اون زن را نمیشنیدند، آوازش را میشنیدند ولی معنای گپ، مضمون گپش را نمیفهمیدند. وقتی که الله تعالی آیات نازل کرد: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما، در حقیقت شنید الله سبحانه و تعالی سخن آن زنی که به تو شوهری خود را شکایت میکرد و به الله تعالی سپس شکایت کرد. شکایت زن را الله تعالی شنوید. حضرت عایشه گفتند که سبحان الذي سمع سمعه الاصوات، پاک است آن ذاتی که شنواییش تمامی گوشها را، تمامی آوازها را فرا گرفته است. قسم به نام الله من در پشت در بودم، صدای زن را نمیفهمیدم، لیکن الله تعالی از بالای 7 قبت آسمان صدای اون زن را شنید. بنابراین لیس کمثله شیء، چیزی مانند الله تعالی نیست. وقتی که الله تعالی ما را امر میکند
محض برای فایده ما. به الله تعالی چیزی فایده نیست. الله تعالی میگه یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملک شیئا. ای بندگانم، اگر اولین شما و آخرین شما، انسانهای شما و جنهای شما، اگر همه شما مانندی با تقوا، مردی با تقوا دارترین، پرهیزگارترین، خدا ترسترین مردی روی دنیا کسی باشد، یعنی محمد صلی الله علیه و سلم، همه شما اگر مثل محمد صلی الله علیه و سلم با تقوا باشید، پرهیزگار و دیندار باشید، مزاد ذلك فی ملک شیء، یعنی در ملک من چیزی رو زیادتی نمیکند. یعنی به الله تعالی از نماز شما، روزه شما، زکات شما، عبادت و تضرع شما یعنی ذره فایده ای نیست. و در دوامش الله تعالی گفت یا عبادی، ای بندگانم، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملک شیء. ای بندگانم، اگر اولینتون یعنی حضرت آدم علیه السلام، آخرینتون یعنی اون کودکی که پیش از قیامت برپا شدن به دنیا میبیاد بعد قیامت میشه، اولینتان، آخرینتان، انستان و جنتان، همتان مانند فاجرترین و کافرترین مردی روی دنیا باشید، از همه بدبختترین مردی روی دنیا که باشد، همه شما یکسان مثل او باشید، ما نقص ذلك من ملک شیء، از ملک من چیزی را کم نمیکنه. یعنی که فرمان دادن الله تعالی وقتی که ما رو فرمان میدهد به اجرای عمل یا پرهیز از یک عمل گناهی، اون محض برای فایده ما هست. وقتی فرمان الله تعالی رو اجرا میکنیم محض فایده ما هست. وقتی که از من کرده الله تعالی خودداری میکنیم محض بر فایده ما هست. اگر رفت و من کرده الله تعالی رو اجرا کردیم، در این حالت برای ما ضرری محض میرسد. بنابراین الله تعالی گفت یا ایها الذین آمنو، ای آنهایی که ایمان آوردید. ببینید پیش از آن که امر کند باید ندا کرد. مادامی که به الله تعالی ایمان آوردید، به حق بودن او که البته الله تعالی را ندیدید، این غیب است، شما ایمان آوردید. ای آنهایی که ایمان آوردید. بعد بازم فرمان نداد. اول گفت که کتب علیکم الصیام، بله برای شما روزه فرض گردانیده شد، حتمی گردانیده شد، کما کتب علی الذین من قبلکم، چه خیلی که بر دیگر امت‌های متقدما فرض بود. یعنی این خاص شما نیست، برای دیگرها هم فرض بود. مقصد با فکر نکنید که این محض برای شما است. دیگر امت‌های متقدم، پیش گذشته پیغمبرها، امتان آنها هم به روزه امر شده بودند. کما کتب علی الذین من قبلکم، چه خیلی که پیشینه‌ها برای آنها هم فرض بود. آنها هم در بعض روایت‌ها آمده است که به رمضان امر شده بودند، لیکن آنها به رمضان اضافه کردند. نعوذ بالله، از پیش خودشون 10 روز پیش از رمضان اضافه کردند. با یکی از پیشوایان دینی مسیحیت بیمار شد و وقتی شفا یافت نظر کرد و 10 روز دیگر اضافه کرد بعد رمضان. خلاصه 50 شبانه روز شد، بعد نتوانستند. بنابراین همین نامش بدعت میگه، برای چیزی که در دین نیست پیدا کردن. حالا بسیار برادران که خوب است که روزه داشتن، خوب هست که فلان سخن گفتن، درست خوب است، لیکن از پیش خودمون پیدا کردن ما خوب نیست. اینه نصرانی ها 10 روز پیش از رمضان، بعضی ها در بعضی روایت اول 1 روز پیش پیدا کردن، اول 1 روز اضافه کردن، یعنی احتیاطاً روزه داشتن. بنابراین در دین ما احتیاطاً روزه داشتن منع است و 1 روز پیش از رمضان برای احتیاط روزه داشتن منع است. حضرت شعبی گفتن که لو صمت السنه كلها لافطرت یوم الشک، اگر رفت من سال دراز روزه دارم، یعنی 1 سال پر روزه داشتنی باشم، لافطرت یوم الشک، روزی شک افطار میکنم. یعنی 1 روز پیش از رمضان، خاصتا وقتی که ماه شعبان اگر 29 روز حساب کنم و ماه رمضان نادیده 30 روز نشده شعبان که 30 روز شد دیگه علاج نداره، به رمضان در آمد الک. لیکن شعبان اگر 29 روز حساب کنید، لیکن ماه رمضان ندیده باشید، اون روزی شک است. روزی شک کسی روزه دارد و گناهکار است، یعنی 1 روز پیش از رمضان. بنابراین حضرت شعبی گفتن که اگر رفتم 1 سال روزه دارم، روزی شک افطار میکنم، یعنی 1 روز پیش از رمضان افطار میکنم. این در کتابی تفسیر قرطبی آوردن روایت را. خلاصه اونا نو پیدا کرده از پیش خود به دین الله تعالی اضافه کردن و در نتیجه وزنین شد، سپس نتوانستن از عهدهش برآمدن.
ای آنهایی که ایمان آوردید برای شما روزه گرفتن حتمی گردانیده شد، چه خیلی که به امتهای متقدم حتمی بود. بعد از اون حکمتش را بیان کرد، علتش را بیان کرد. برای چی؟ مقصود شریعت از روزه داشتن چی؟ لعلکم تتقون، تا اینکه شما تقوادار شوید. تقوا این کلمه جامع هست، در قرآن بسیار ذکر شده است و بهترین تعریف تقوا طلق ابن حبیب معرفی کرده است تقوا را. میگوید تقوى الله ان تعمل بطاعت الله على نور من الله ترجو ثواب الله و ان تترك معصیت الله على نور من الله تخاف عقاب الله. تقوای الله این است که اینکه الله تعالی را عبادت کنی، عملهای صالح انجام دهی على نور من الله، با علم، یعنی علم داشته باشی که الله تعالی امر کرده است برای اجرای همین عمل، یا پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کردند برای اجرای همین عمل. علم داشته باشی سپس اجرا کن. خیلی که امام بخاری هم در صحیح بخاری گفتن که باب العلم قبل القول والعمل، باب در این باره که پیش از آن که انسان سخن گوید یا عملی را انجام دهد اول علم داشته باشد در همین باره. چون الله تعالی گفت که فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، فعلم، علم آموز، اول علم آموز. فعلم انه لا اله الا الله، بدان که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. این هم عملی قلبی هست که انسان با قلبش اعتقاد می‌کند که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست، هم با زبان لا اله الا الله میگه. یعنی عملی زبانی و عملی قلبی. پیش از عمل الله تعالی فعلم، علم آموز، فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، بعد به گناهایت استغفار پرس. استغفار پرسیدن به گناه اینم عمل است. لا اله الا الله عمل قولی و عمل قلبی هست و استغفار پرسیدن به گناه این هم عمل اعضا و هم عمل زبان هست، یعنی عمل است. پیش از آن که انسانی از سخن گوید یا عملی انجام دهد باید در این باره علم داشته باشد. بنابراین تقوای حقیقی آن آدمی که ان تعمل بطاعت الله، طاعت الله تعالی را اجرا کند با علم، نه اینکه از پیش خودش فلان عمل را کنیم. خیلی که یک آدم در آفتاب راست ایستاد با نیتی نزدیک شدن به الله تعالی. آفتاب گرمی هست، راست ایستادن مشقت است. ساعت‌های طولانی در آفتاب راست می‌ایستد. با کدام مقصد؟ با مقصد اینکه به الله تعالی نزدیک شد. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که مروه فلیستظل، و امر کنید که به سایه شیند، و امر کنید که به زمین نشیند. یعنی راست ایستادن مجرد عبادت نیست. این فکر می‌کرد که همین عذاب دادن نفس این یه عبادت هست. نه. بنابراین عبادت باید طبق علم باشد. از پیش خودتان به شریعت چیزی پیدا نمی‌کنید با اجتهاد خودتان، با عقل خودتان. الله تعالی ما را امر کرده است برای اجرای عمل‌ها و عمل‌های صالح. تقوا این است که عمل‌های صالح کنید با علم و با مقصد ترجو ثواب الله، با مقصد امید ثواب الله تعالی. کسی روزه دارد برای خراب شدن، کسی روزه دارد برای فایده‌های بی اندازه طبی، روزه بی نهایت فایده‌های جسمانی، برای سلامتی، تندرستی، از نگاه علمی طب بسیار فایده عظیم دارد. ان شاء الله صحبت علاهیده فایده‌های روزه از نگاه طب صحبت می‌کنیم، ان شاء الله در اونجا بیان می‌کنیم. اگر به همین خاطر روزه دارد و هم تقوا نیست. تقوا این است که بنده یک عمل صالحی را انجام دهد با علم، دوم شرطش. سوم شرطش با نیتی ثواب الله تعالی را نایل شدن. و این چنین ان تترک معصیت الله، اینکه معصیت الله را ترک کند، گناه را ترک کند علی نور من الله، با علم. یعنی به علم از پیش خودش نگوید که فلان عمل نکنیم ثواب میگیریم، گناه، فلان عمل برای ما گناه. گفته از پیش خودش یگان عمل حلال را با حرام نداند. خیلی که بعضی ها غلو کرده، مثلا بعضی چیزای حلال برای خودشون حرام میگردونن. خیلی که بعضی صحابه ها اومدن گفتن ما تا آخر عمر زن نمیگیریم، من تا آخر عمر دیگر افطار نمیکنم، یعنی همیشه روزه میدارم. یکی دیگر گفت که تا آخر عمر گوشت نمیخورم، یکی دیگر گفت که تا آخر عمر خواب نمیکنم. اینو یعنی که یک کار ترک کرده، یعنی ترک خواب روی، ترک زنگیری، ترک گوشت خوری، یعنی بعضی عمل ها رو ترک کردن. گناه رو انسان باید ترک، مثلا ناس کشیدن گناه است، باید ترک کرد انسان. سیگار کشیدن گناه است، باید ترک کرد. عرق نوشیدن گناه است، باید ترک کرد. از این بزرگتر مواد مخدر استفاده کردن گناه است، باید ترک کرد. اینا چی رو ترک می‌کردن؟ گوشت خوردن ترک می‌کردن، مثلا گوشت حلال را، و نکاح کردن را ترک می‌کردن. ان تترک معصیت الله، اینکه معصیت الله را ترک کنی با علم. علم داشته باشی شریعت او چیزا حرام کرده است، شریعت تو را امر کرده است که این کار را ترک کنی. تخاف عقاب الله، مقصدی ترکت از
عقاب الله تعالی ترسیدی، از عذاب الله تعالی ترسیده ترک کردی، در این صورت تو تقوادار هستی. اگر طبیبان گوین که یه مراتبه دیگه عرق نوشیدی دیگه هلاک میشی، دیگه اون ترس هلاک شدن عرق ننوشید، یا اینکه مواد مخدر رو بس کرد از ترس مرگ، یا از ترس گرفتار شدن به بیماری، یا از ترس گرفتار شدن به قرض. در این حالت این تقوا نیست. تقوا این است که عملی صالح را اجرا میکنید با نیتی نزدیک شدن به الله تعالی و نایل شدن ثواب با علم، و این چنین از گناه را ترک میکنید با مقصدی ترس الله تعالی با علم. یعنی علم داشته باشید که واقعا همین چیز حرام است. الله تعالی گفت که ما برای شما روزه رو فرض کردیم. خیلی که به پیشینیان امت‌های پیشگذشته روزه رو فرض کرده بودیم لعلکم تتقون، تا اینکه شما به تقوا شوید، تا اینکه شما مردی پرهیزگار شوید. واقعا روزه مدرسه است که انسان را پرهیزگار میکند و روزه واقعا سبب میشود که بنده از گناه دور میشه، چون که شیطان هم در رگ خونگرد آدمی جایگیر شدگی است، در رگ خونگرد آدم جریان دارد و همیشه کوشش میکند انسان رو به گمراهی برد. و وقتی که بنده روزه میدارد این برای او ضعیفی را پیدا میکند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم مخصوصا جوانها را که صاحب قوت هستند گفتن که یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. ای معشری گروهی جوانا، کدامی از شما اگر چی داشته باشد، امکانیت خانه‌دار شدن داشته باشد، خانه‌دار شود، عائله دار شود. و کسی که نمیتوند، خانه ندارد، مثلا مال ندارد، پول مال نیست، خانه برای زیستن جا ندارد، مثلا امکانیت زنگینی ندارد، فعلیه بالصوم، روزه دارد. یعنی غیر رمضان هم همیشه روزه دارد، یعنی 2 روز 3 روز روزه میداره، یه روز روزه میخورد، هم خیل مردوام روزه دارد. فانه له وجاء، روزه برای او وجاء هست. وجاء اصلا همون حیوان‌های اخته کرده شده داره، خیلی که پیامبر صلی الله علیه و قربانی کردن، موجوعین، وصف گوسفنداشون آمده بود که موجوعین، 2 گوسفندی اخته شده. وجاء یعنی گویا که روزه انسان شهوت انسان را پیشش را میگیرد و از گناه دور میشد. واقعا الصوم جنه، در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه روزه پرده است. پرده از چی است؟ پرده از آتش دوزخ و پرده از گناه است. چون که حتی اگر در عملهای ظاهری بینیم پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را تحذیر کنند از آن آدمی که از خوردن و نوشیدن و نزدیک شدن به عائلش خودداری میکند ولی از گناهها خودداری نمیکند. این چی فایده؟ گفتن رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش، گاه روزداری هست که نصیبه وی از روزهش فقط گرسنگی و تشنگی. گفتن رب قائم حظه من قیامه السحر، گاه بعضی آدمایی که شبا نماز میخواند لیکن نصیبش نتیجهش از این شب زنده داریش فقط بیدار خوابی. گفتن باید نماز تهجد یا شب زنده داری به طاعت نگفتن، گفتن که بیدار خوابی. گفتن بیدار خوابی مطلق، یعنی از او هیچ فایده ای نیست. نه خواب کرده است و راحت کرده است، نه یک عبادت و اطاعت کرده است و ثواب گرفته است. مثلا آن آدمی که برای عجب مثلا نماز تهجد میخواند، در درون نماز فکر میکند که از فلانی تهجد خوانده ایستاده باشد، باوری دارم که نخوانده است. در همین شهر شاید یگانه من حاضر نماز تهجد خوانده ایستاده باشم، در داخل نماز خیلی فکر میکنم از اون تهجد چی فایده بعد. او بعضی بزرگا هم نقل میکنن که مهمان ها اومدن به خانهشون، بعد فرزندشون شبانه خسته نماز تهجد میخواند و میگه که این مهمان های شما اینقدر شما اونا رو صفات میگوید، تعریف میکنید، ستایش میکنید، با تقوا گفته و اونا نماز شب نخوندن. یگاه همشون بعد گفتن خور رفتن به اون داد خسته. بعد پدری اون کودک اون جوان میگه که همین نماز تهجدی که تو خواندی و دیگرها رو تحقیر کردی و خودت رو از همه بالا دانستی، از همین دیده خوابی اونا بهتر بود. به حسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم، برای یه آدم بد بودنش کفایه هست که برادر مسلمانش تحقیر کند، اندک داند، از خودش پس داند. بنابراین رب گاه ها میشد که یک آدم تهجد خوانده است، شب زنده داری کرده است، ولی نتیجه شب زنده داریش فقط بیدار خوابی، نه خواب کرده جسدش راحت کرده است، نه طاعت کرده ثواب گرفته است. با عجب عمل خود را بیکار کرده است، عجب با عمل خود تعجب کرده یا خود نمایی کردن. تهجد میخزد و به اون کس مینویسد خیزید تهجد خونت گفته و پیامک میگه ساعت 2 شب، اون سحر میخزد میبینند که 2 شب به تهجد امر کرده است، یعنی البته به فکری وای میبود که فلانی خسته سلکه
بنابراین وقتی که یکم بزرگان از صحابه از تابعین نشسته بودن گفتن که کی امشب ستاره ای که افتید دید؟ یعنی ستاره نمی افتد، ستاره اگر افتد زمین برهم میدهد، لیکن چیزی مانند ستاره شعله به زمین آمد، یعنی چیزی مانند ستاره روشنیش به زمین افتاد. کی دید؟ یکی از آن شاگردهایشان گفت که من دیدم، لیکن من به نماز تهجد خستگی نبودم. در حال برام که اون وقتی تهجد بود است، وقتی تهجد میگم که من لیکن به خاطر تهجد خستگی نبودم، ولکنی لدیختو، مرا گنجدوم گزید. یعنی گنجدوم گزیده رو خواب نمیبرد، خسته بودم، یعنی از زهری کجدم و از ضرری آن و از درد آن، بنابراین آن ستاره رو دیدن. لیکن در حال گفتن که من در آن وقت بیدار بودم ولی نه به خاطر تهجد خسته بودم، چون که این گناه هست که آدم تعریف دوست دارد که تعریف کرده شد به عملی که نکرده است. الله تعالی تون در سوره آل عمران گفته است که یفرحون، اونایی که خرسند میشوند بما لم یفعلوا ان یحمدوا بما لم یفعلوا، و کاری که نکردن تعریف کرده شوند. امام ابو حنیفه را قاضی ابو یوسف میگن که ما همراه میرفتیم که یک آدم گفت که امام ابو حنیفه شبها خواب نمیکنند، گفت از به دیگر آدم. و حالا که امام ابو حنیفه شبها خوابم میکردن، تهجد هم میخونن، خوابم میکردن. بعد گفتن که لا والله لا يتحدث عني بما لم افعل، قسم به نام الله که گپ زده نشوم، یعنی سخن کرده نشود در حق من با اونی که من نمیکنم. بعد از همون شب زنده داری شروع کردیم، یعنی شبها پر خواب نکرده و عبادت میگذراند. یعنی این شاید در آخرهای عمرشان باشد. خلاصه برادران عزیز، باید انسان از عملش هم نیتی نیک داشته باشد و هم طبق سنت عمل اجرا کند تا اینکه قبول شود. برای شرط هر یک عمل برای قبول هر یک عمل دو شرط است: اخلاص و متابعت. اخلاص یعنی با نیت خالص باشد، با نیت دریافت رضای الله تعالی باشد، اون عمل طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم همین گونه چگونه اجرا کردن همون گونه اجرا کنند، در این صورت عمل قبول میشن. و اما آن آدمی که روزه را دارد، یعنی از طعام و از شراب و از عائلش خودداری کند و لیکن از گفتن دروغ و از عمل کردن به سخن دروغ خودداری نکند، خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در روایت بخاری گفتند که من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. آن آدمی که سخن دروغ و طبق سخن دروغ عمل کردن رو ترک نکند، روزه دار است لیکن سخن دروغ گفتن میگیرد، غیبت کردن میگیرد، الله تعالی به روزه این حاجت ندارد. شرط نه که آدم طعام و شرابش رو ترک کند، چون که مقصود اساسی شریعت از روزه چیست؟ وقتی که شما 18 ساعت در مدت 30 روز از خوردن حلال خودداری میکنید، شما به طریق اولا از حرام خودداری کرده میتوانید. شما در یک مدرسه تعلیم گرفتید که خود را از حلال نگاه داشتید. روزه خودداری ترجمه میشه. صامت الفرس، اسب روزه داشت میگن عرب ها اگر از علف خوری باز ایستد. این چون یک آدم گپ نزندم صام میگفتم انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، من به پروردگار عالم نظر کردم که با یگان انسانیت گپ نمیزنم. یعنی خودداری از سخن کردن در دین پیشینه ها بود که از گپ زدن خودداری میکردن. خودداری درست است که خودداری از طعام و از شراب و از اهل از دمیدن صبح صادق تا بگاه غروب آفتاب خودداری میکنیم، لیکن مقصود اساسی شریعت ما با این خودداری ها از عمل های گناه خودداری کردن را تعلیم گیریم. بنابراین کسی از گناه خودداری نکند ولی از طعام و شراب خودداری کند، از این روزه فایده نیست. خب این بود تفسیر و ترجمه آیه 183 سوره بقره، اولین آیات های روزه.